الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 51 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. ما در حلقه گذشته، حلقه 50 به شما شکننده اخلاص و شکننده ایمان و اسلام که شرک است، مقدمه اش را، البته معنای شرک و نامهای شرک، معنای شرک در لغت و اصطلاح و دلیل ها از قرآن و سنت برای حرام بودن شرک ذکر نمودیم و بیان کردیم که بزرگترین گناه این آن گناهی که بندگان در روی دنیا انجام میدهند بزرگترین شرک است که الله سبحانه و تعالی مشرکین را که از این دنیا بی توبه وفات کرده اند نخواهد بخشید. و مسئله دیگر اینجاست که علاقه شرک به نواقض الاسلام. بارک الله فیکم. ما در حلقه هایی که نواقض الاسلام اسلام یعنی شکننده های اسلام را به شما شرح داده بودیم، بیان نمودیم که شکننده های اسلام 10 تاست. 10 چیز مسلمان را از اسلام بیرون می کند، مرتد می سازد، کافر می کند. و اولینش شرک است، دومینش واسطه گرفتن بین خود و بین الله که این هم شرک است، سحر است و از چیزی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بد دیدن، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی را افضل دانستن و مظاهرت المشرکین و معاونت للمسلمین، کمک و دوستی کردن با مشرکین و کفار، شک کافر ندانستن کافران و مشرکان یا شک کردن در کفرشان یا اعراض تولی و غیره. علاقه شرک به همه انمین 10 گانه نواقض اسلام چگونه است؟ بارک الله فیکم. اولا میگویم که شرک این یکی از شکننده های اسلام است، اما دانسته مانید و باید بدانید که شرک ارتباط علاقه بینهایت سخت به بسیاری از این شکننده های اسلام دارد. بارک الله فیکم. پس شکننده های حکمی داخل به در شرک است، در شرک تشریع یا که طاعه، یا که شکننده های موالات الکفار، دوستی کردن کفار و مظاهرتهم و عدم تکفیرهم، تکفیر نکردن اونها داخل به شرک محبت و موالات است. و ناقض سحر، در شکننده سحر هم شرک وجود دارد از دو جهت، از عبادت جن، یعنی ساحرها عادتا جن را عبادت میکنند و این چنین این شرک مستقل است و این چنین ادعا کردن علم غیب که این هم شرک در ربوبیت است. پس مختصرا میگویم که شرک داخلی 7 شکننده از شکننده های اسلام وجود دارد و اما 3 شکننده از شکننده های اسلام از این 10 تا شرک به اونها داخل نیست، به مانند بغض دین، بد دیدن دین، استهزاء و اعراض و تولی. اینها خارج از شرک است به معنای خاصش، برای که ما میگیم شرک معنای عام دارد و معنای خاص دارد. از نظر معنای خاصش بغض و بد دیدن دین، شوخی کردن و استهزاء و مسخره کردن دین، اعراض و تولی از دین، روی گرداندن از دین، از معنای خاص شرک اینها همراه شرک نیستند، خب بیرون از شرک هستند، اما از معنای اطلاق عام شرک اینها هم به شرک داخل میشن. پس از این 10 شکننده اسلام 7 تاش به معنای خاص شرک همراه هست، یعنی شرک با این دیگر باقی مانده از شکننده ها همراه هست. بارک الله فیکم. پس اساسی تمام شکننده ها و چه خیلی که بیان کردیم
70% شکننده ها اساسش شرک است. از این شکننده های اسلام، بارک الله فیکم، از 7 به شرک هم رو است. پس علاقه شرک به شرط های لا اله الا الله چگونه است؟ پس باید بدانید شرط های لا اله الا الله از علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت، قبول، انقیاد، همه اش اینها نیست کننده شرک است. کسی که این شرط های لا اله الا الله را به جا آورد، شرک را نابود کرد. پس مشرک کسی که علم ندارد، جاهل مانده است. پس محبت ندارد، دین را بد دیده است، توحید را بد دیده است و معبودان غیر الله را دوست داشته است. معبودانی که غیر الله هستند دوست داشته است و آنها را پرستیده است. این مشرک است. و این چنین مشرک کسی است که صدق ندارد. سبحان الله. زیرا که مشرک کسی است که نفس خودش را دروغ شماریده است، الله رب العزة والجلال را دروغ شماریده است، ربش را دروغ شماریده است، العیاذ بالله. یعنی یک انسان مشرک وقتی که شرک را انجام میدهد و میگوید که همین عمل درست است، گویا ادعا کرده است که الله رب العزة والجلال از شرک راضی است و شرک را میخواهد و اعوذ بالله. البته این کذب است و این علامت نبودن صدق است. مشرک کسی است که یقین ندارد، زیرا که مشرک کسی است که شک دارد، شکاک است، همیشه در ریب و شبهه غوطه شده است و در توحید الله رب العزة والجلال شک دارد، مشکک است و در ربش شک دارد. مشرک کسی است که قبول ندارد، زیرا که به سبب شرکش توحید را رد نموده است و توحید را قبول نکرده است. مشرک کسی است که انقیاد ندارد، زیرا که از گوش دادن و اطاعت کردن و تسلیم شدن به الله رب العزة والجلال خودش را باز داشته است، امتناع کرده است و به الله رب العزة والجلال سبحانه و تعالی شرک قرار داده است و غیر الله را پرستیده است و انقیادش و اخلاصش را به غیر الله سبحانه و تعالی انجام داده است. مشرک کسی است که اخلاص ندارد، اخلاص در عبادت الله ندارد، زیرا که اخلاص را به غیر الله استفاده برده است، یا که به الله چیزی را برابر کرده است، یا که عبادتش را به غیر الله رب العزة والجلال انجام داده است. بارک الله فیکم. پس از همه جهت شرط های لا اله الا الله نابود کننده شرک است. هر کسی که این 7 شرط لا اله الا الله را میفهمد، کاملا تعلیم میگیرد، میآموزد و در زندگی خود تطبیق میکند، داند که ان شاء الله موحد است، زیرا این شرط ها در حقیقت نابود کننده شرک است. نابود کننده شرک این شرط های لا اله الا الله است. پس خواهرم و برادری موحدم، شرط های لا اله الا الله را بیاموز تا که شرک نابود گردد. اما وقتی که یکی از این شکننده ها، وقتی که یکی از این شرط های لا اله الا الله نابود شد، به جای اون شرک به وجود می آید. پس از همین جا فهمیده می شود که شرک این نابود کننده شرط های 7 گانه است. نابود کننده همه این شرط ها شرک است و بخصوص نابود کننده انقیاد و اخلاص است. و باز فهمیده می شود که شرط های لا اله الا الله این نابود کننده شرک است. بارک الله فیکم. پس این بود علاقه شرک به شرط های لا اله الا الله. مسئله دیگر این علاقه شرک به کفر و طاغوت، به کفر و به طاغوت، یعنی شرک به کفر و به طاغوت چه علاقه دارد؟ باید بدانیم که شرک حقیقتش کفر به الله رب العزة والجلال است. کفر به الله و
ایمان به طاغوت، این را شرک گفته می شود. یعنی یک کس را وقتی که مشرک می گوید معنیش این است که به الله کفر ورزیده است و ایمان به طاغوت آورده است. این حقیقت شرک است. پس توحید، ایمان، عروة الوثقا یعنی لا اله الا الله و اخلاص، حقیقت اینها بر دو رکن به وقوع می پیوندد، به جا می آید. به دو رکن این چیزها، توحید و ایمان و لا اله الا الله اخلاص، به وجود می آید. یکمینش ایمان به الله و عبادت الله و کفر به معبودان غیر الله، یعنی ایمان آوردن به الله و عبادت کردن الله و کفر ورزیدن به همون معبودان باطلی که بجز الله پرستیده می شود. و باید دانسته شود که تمام معبودی که غیر الله پرستیده می شود، خواه از ماهتاب و آفتاب و ستاره و هیکل و بت‌ها و خواه از اولیاء و صالحین و انبیا و خواه قبر و درخت و غیره، همه اش طاغوت است. طاغوت نامیده می شود، زیرا که طاغوت این همه مطبوع غیر الله یا که غیر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او مطاع او معبود است. بارک الله فیکم. خیلی که طاغوت را ابن القیم الجوزی بیان نمودن. کل ما یعبد الطواغیت در یک آمده است، کل ما یعبد من دون الله، طاغوت هر چیزی که غیر الله پرستش میشد. و ابن القیم الجوزی بیان میکنند طاغوت را و میگویند كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، همه آن چیزایی که بنده از حدش گذشته باشد، خواه در عبادت، خواه در طاعت و خواه در پیروی. عبادت، طاعت، پیروی، در هر سه همین راه طاغوت به وجود میاد. و البته در مسئله طاغوت ما به شما صحبت خواهیم کرد. پس علاقه شرک به نمودهای کفر. پس از این سخنی ما به شما بیان شد که عموما اگر نظر کنیم هر یک شرک این کفر است، یعنی شرک و کفر علاقه شدید دارد. و اما کفر نمودها دارد. آیا شرک به هر یک نمود کفر علاقه شدید دارد، علاقه سخت دارد؟ چخیلی که ابن القیم الجوزی ذکر نمودند و علمای اهل سنت و جماعت و علمای دار النجد، نجدی، علماء دار النجدیه میگویند کفر 5 نمود است. پس حقیقت این نوعهای کفر که 5 گانه است، این صفتهای حال کفر است. یعنی کفر 5 نمود است، لیکن این نمودها حقیقتش این صفت حال کفر است. کفر یا که کفر اعراض است، کفر عناد است، کفر استکبار، کفر ابا و امتناع، این همه اش از یک گروه است. کفر شک است، دومش کفر، سومش نفاق است. البته شک و نفاق را علما در یک جا ذکر میکنند. کفر تکذیب است، کفر جهد است و البته رده از دین است. بارک الله فیکم. پس شرک در یکی از این نوعهای کفر همچون صفت و سبب اعراض یا که سبب عناد و ایبا و شک و تکذیب و جهود او نفاق او رده وارد میشد. یعنی در این نمودهای کفر شرک همچون سبب به وجود میاد. بارک الله فیکم. پس فرق بین کفر و شرک چیست؟ البته علمای اهل علم و لغت در فرق بین کفر و شرک و علاقه بین کفر و شرک اختلاف نمودند. قول اول این است که قسمی از علما میگند کفر و شرک هر دویش یک معنا دارد. همه شرک کفر است و همه کفر شرک است میگند. پس شرک اکبر میگن این کفر اکبر است و شرک اصغر این کفر اصغر است. و این چنین بالعکس، مثلا کفر اصغر این شرک اصغر است یا که کفر اکبر شرک اکبر است.
و کسی که این سخن را گفته است یکی از علمای اهل سنت جوهری به همین سخن گفته است. و قول دوم این است که میگن کفر از شرک دیده عامتر است، معنای زیادتر دارد و وسیعتر است. عام معروف است، عام کفر عام است، اعم هست از شرک. پس کفر خصلت های بسیاری را در بر میگیرد، از شرک دیده زیادتر را در بر میگیرد. مثلا کفر هم شرک را در بر میگیرد، هم تکذیب را، دروغ شمردن مثلا انبیا یا که دروغ شمردن دین، یا که هم انکار، هم دشمنی، هم جهد واجبه، یا که استحلال کردن حرامه، یا که انجام ندادن عملها، انقیاد نکردن به شریعت، یا که امتناع، کفر امتناع، یا که استهزاء و مسخره کردن دین، یا که بد دیدن دین، یا که بد دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم و غیر این دیگر کفرهایی که وجود دارد، همه این را کفر در بر میگیرد. یعنی وقتی که کفر میگوییم در درونش شرک است و غیر شرک دیگر چیزهای زیاد هم وجود دارد و دیگر خصلت ها و کفر عمل هایی که در شرک وجود ندارد. و این البته این سخن را عسکری و غیر عسکری دیگر از علما ذکر کردند. پس صحیح هست، سخن صحیح این است که میگویند علما شرک دو اطلاق دارد، یعنی اطلاق خاص و عام. شرک خاص و شرک عام. خیلی که ما کمی در بالا در مسئله علاقه شرک به نواقض الاسلام ذکر نمودیم که وقتی که شرک به شرک خاص نظر میکنیم، علاقه شرک به 7 شکننده اسلام وجود دارد. وقتی که علاقه عام شرک را نظر میکنیم به همه اش علاقه دارد. شرک خاص این عبادت کردن غیر الله، عبادت کردن غیر الله، عبادت نمودن غیر الله از دیگر چیزها را، این را میگن شرک خاص. شرک عام این مرادف هم معنای کلمه کفر، یعنی شرک را در بعض حالتها با همراه کفر استفاده می‌برند. برای همین علما میگن یک قاعده هست: اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع. کلمه کفر و شرک این کلمه است که هر وقت که در یک جمله هر دویش پهلو می آید، در یک جا جمع می شود، هر دویش معنای خاص خود را دارد. جدا و جدا کفر معنای خاص خود را و ایمان معنای خاص خود را که ما ذکر کردیم. کفر عموم‌تر است، شرک خصوص‌تر است، خاص است، عام خاص. و اما وقتی که جداگانه می آید، یعنی وقتی که کفر می آید در یک جمله و شرک وجود ندارد، یا که شرک می آید و کفر وجود ندارد، در اینجا هر دویش معنای همدیگریش رو میگیرد. کفر وقتی که اومد هم معنای شرک رو میگیرد، وقتی که شرک اومد و کفر اومد هم معنای کفر میگیرد. بارک الله فیکم. پس این بود علاقه هایی که شرک دارد. علاقه شرک نسبت شکننده های اسلام، علاقه شرک نسبت کفر و نوعهایش، علاقه شرک نسبت شکننده ها، نسبت البته شرط های صحت لا اله الا الله، به همه این علاقه هایش البته به شما ذکر و بیان گشت. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر میماند تاریخ شرک. شرک کی به وجود آمده است؟ آیا اصل انسان شرک بود یا که اصل انسان توحید و اسلام بود؟ بارک الله فیکم. باید بدانید که اصل خلق یا که اصل در این خلق مردم انسان ها این توحید است. اصل انسان ها توحید است و شرک این چیزی وارد شده است. یعنی وقتی که الله رب العزة والجلال آدم علیه السلام را و حوا را به زمین نازل کرد، در زمین فرزندان آدم علیه السلام در حالت ایمان و توحید و اسلام زندگی میکردند و همین حالتشون قرنها، خیلی که روایت صحیح و حدیث آمده است 10 قرن یعنی 1000 سال اونها در توحید و اسلام بودند. اما بعد از 1000 سال شرک آهسته آهسته به فرزندان آدم علیه السلام وارد شد. برای همین شرک را شرک طارئ میگن، وارد شده. پس به تحقیق الله رب العزة والجلال خلق را در اساس توحید خلق کرد و به فطره بندگان فطرت را وارد کرد که در عبادت الله و در ایمان تام و کامل باشند. اما بعد از این شرک و گناه و
و دیگر تلبیس شیطان به واسطه شیطان به بندگان موحد آهسته آهسته وارد شد. بارک الله فیکم. و دلیلی که بر این هست چلی که از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که میگویند کان بین آدم و نوح 10 قرون كلهم على الاسلام. چلی که امام حاکم در مستدرک روایت میکند بین آدم و بین نوح علیه السلام 10 قرن بود، یعنی 1000 سال بود که در این مدت 1000 سال همه در اسلام بودند، همه موحد بودند، الله را میپرستند، شرک وجود نداشت در این 1000 سال، از آدم تا نوح علیه السلام. و سبب شرک، پیدایش شرک و سبب شرک قوم حضرت نوح هم این از تصویر از همون صورتها و غلو در حق صالحین به وجود آمد. چنانه که بر این دلالت میکنه سوره بقره آیت 113 هم که الله سبحانه و تعالی در این آیت بیان میکرد که اصل مردم این توحید بود. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. همه مردم امت یگانه بودند، پس الله رب العزة والجلال نبیانش را برای بشارت دادن و تنبیه دادن میفرستادند. بارک الله فیکم. پس اولین شرک کی به وجود آمد؟ اولین شرک در زمان حضرت نوح علیه السلام، قوم حضرت نوح علیه السلام به وجود آمد. یعنی اولین رسولی که برای دعوت مردم به سوی توحید و منع کردنشان از شرک آمده اند، برای منع شرک، برای بیان حرام بودن شرک، برای دعوت به سوی توحید آمده اند، این نوح علیه السلام هستند. خیلی که الله رب العزة والجلال در قرآن عظیم و شان صراحتا بیان میکند. و البته حدیث صحیح است که اولین سبب پیدایش شرک این بود که وقتی که انسانهای صالح، انسانهای خوب و موحد وفات کردند، شیطان به صفت انسان آمد و به فرزندان این انسانهای صالح و به قومش گفت شما رسمها، یعنی تصویرهای این انسانهای صالح وفات کرده را کشید و به یک جای گذارید تا که این انسانهای صالح فراموش نشوند. البته قوم صورتهای انسانهای صالح را کشیدند و به یک جای گذاشتند و همین صورت کشیده ها وفات کردند. بعد از بعد از چندین سال شیطان باری دیگر آمد به فرزندهای همین رسم کشنده ها گفت که پدران شما این انسانهای صالح را بیهوده رسم نکشیدند، باید شما روید اینها را زیارت بکنید، یعنی این صورت ها را کم کم نظر بکنید. رفتند و نظر کردند و این قوم هم این درجه دوم هم، زینه دوم، رسم کشندگان مردند، فرزندان اونها را هم شیطان کمی به وسوسه برد زیارت کننده کرد و اونها هم وفات کرد. و سومین طبقه شیطان به اونها گفت که این رسم ها را پدرهای شما بیهوده زیارت نمی کردند، باید پرستش نمایید. بعد از این پرستش کردند و بعد از این تصویر را به هیکل و به بت تبدیل دادند و بعد از این سجده و تقرب و بعد از این همین هیکل ها را وسیله بین خود و بین الله گرفتند. و الله رب العزة والجلال نوح علیه السلام را به نزد این قوم فرستاد و نوح قومش را دعوت میکرد و میگفت یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم من، ای مردم، ای قوم من، اعبدوا الله، یگانه الله را بپرستید، ما لكم من اله غیره، غیر از الله به شما دیگر معبود وجود ندارد. معبود شما، این اله شما، ذاتی که باید شما اون را پرستش نمایید، این الله است. وقتی که اطاعت ننمودند و سرکشی کردند، الله رب العزة والجلال به نوح علیه السلام امر کرد تا که کشتی را بنا بکند. فاصنع فانک باعیننا، تو کشتی را بساز، در نظارت و در زیر چشمای ما هستی گفت. و بعد از این نوح علیه السلام کسانی ایمان آورده از اهل خانوادهش را گرفت، حتی فرزندش که ایمان آورده بود ترک نمود و تمام دنیا غرق شد. قول صحیح این است که تمام دنیا غرق شد و این بت‌ها نابود شد و بار دیگر
از توحید زندگی شروع شد و امروز با میبینیم که امروز بار دیگر شرک همه جا را فرا گرفته است. بارک الله فیکم. پس این پیدایش تاریخ شرک بود. اما شرک در قریش، پیدایش اولین شرک در قریش خیلی که بیان نموده بودیم، این عبدالله ابن والله اعلم یکی از لحی بود، یکی از قریشی هایی که در جده، حاضر مدینه که در مملکه عربستان سعودی وجود دارد، در شهر جده، در همین منطقه هیکل های زمانی نوح علیه السلام غرق شده را از همونجا پیدا کرد و از همونجا این هیکل ها را، بت ها را به مکه آورد و بار دیگر شرک به قریش به وجود آمد. قریشی ها در ملت حضرت ابراهیم بودند. قریشی ها در دین حضرت اسماعیل و ابراهیم علیه السلام بودند، موحد بودند. اما اولین شرک را این عربی که هیکل ها را از جده به مدینه، البته به مکه آورد، شرک در قریش به وجود آمد. بارک الله فیکم. پس چگونه که شرک واقع بر این امت شده است، چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان نمودند که شرک به این امت هم واقع می شود و اولین طائفه که به این امت شرک را وارد کرده است این رافضه ها هست. رافضه این اولین طائفه و اولین فرقه که شرک را به درون این امت وارد کرده است. پس باید بدانید که هر یک آن شرکی که واقع در امتی گذشته شده است به این امت هم واقع می شود. یعنی در امت اسلام هم مشرکین زیاد می شوند، چخیلی که امروز وجود دارد. عباد القبور وجود دارد. قبر، تمامی صوفی های غلات قبر پرستند یا که وسیله گرندند. یعنی به نهایت شرک منتشر شده است. پس این تاریخ مختصری شرک بود. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده در مسئله احکام شرک و مشرک و غیر ذلك دیگر مسئله ها، نمودهای شرک و قسمهایش صحبت خواهیم کرد.